سلام کوچولوی عزیز و دوست داشتنیم. شما تا حالا شده توی صف وایسید یا توی بازی بخواید زودتر از همه بازی کنید؟ سخته، آره. آدم دلش میخواد بگه نه من اول، من الان. ولی امشب میخوایم با قصه های آمیکو و کوکوی یاد بگیریم که صبر کردن فقط سخت نیست، میتونه خیلی مهم و حتی شیرین باشه. گاهی وقتا اگه صبر نکنیم ممکنه به دوستامون آسیب برسونیم یا بازی خراب بشه. اما وقتی صبوریم هم خودمون لذت بیشتری میبریم و هم همه خوشحالتر میشن. حالا اگه آماده اید چشماتون رو ببندید، یه نفس عمیق بکشید و با من بیایید به دل جنگل، جایی که آمیکو و کوکویی با یه ماجرای تازه روبرو میشن. یه روز بهاری آمیکو و کوکوی همراه با خرگوش و سنجاب و لاک‌پشت به سمت رودخونه میرفتن. راهشون به یه پل باریک چوبی رسید. پل اونقدر باریک بود که فقط یه حیوان میتونست از روش رد بشه. خرگوش با صدای بلند گفت خب همه باید نوبت بگیرن. یکی یکی رد میشیم. لاک‌پشت آروم اضافه کرد آره اگه همه عجله کنیم پل میشکنه. آمیکو چشماشو گرد کرد و گفت چی؟ من نمیتونم صبر کنم، من همین الان میخوام رد شم. و اون پاهاشو محکم به زمین کوبید. کوکوی بال زد و گفت ویت آمیکو، صبر کن آمیکو. If we all push، اگه همه هل بدیم the bridge will break، پل میشکنه. We must take turns، باید نوبت رو رعایت کنیم. ولی آمیکو صبر نداشت. جلو پرید و گفت من اول میرم، نمیخوام منتظر بمونم. خرگوش جلوشو گرفت و گفت نه، هنوز نوبت تو نیست. همه با هم بحث میکردن. پلم با صدای قژ تکون خورد. لاک‌پشت فریاد زد مواظب باشید، پل داره میشکنه. همه سریع عقب رفتن. سکوت سنگینی برقرار شد. آمیکو گوشاشو انداخت پایین و گفت آخه اگه من صبر کنم حوصله‌ام سر میره. کوکویی دوباره گفت Let's play while we wait، بیا بازی کنیم وقتی که منتظریم. We can count the steps of our friends، ما میتونیم قدم‌های دوستامونو بشمریم. حیوونا خوشحال شدن. خرگوش اول رفت. بعد همه با هم شمردن. 1 2 3 4. پل محکم موند. بعد نوبت سنجاب شد. دوباره شروع کردم به شمردن قدم‌های سنجاب. 5 6 7 8 و سنجاب پرید اون طرف و همه خندیدن. وقتی بالاخره نوبت آمیکو رسید دیگه کلافه نبود. اون لبخند زد و با دقت روی پل راه رفت و 9 10 11 12 و سالم به اون طرف پل رسید. همه دست زدن و تشویقش کردن. آمیکو با ذوق گفت دیدید صبر کردم، بازی کردم و نوبتم هم رسید، اصلا هم سخت نبود. کوکویی پراشو تکون داد و گفت دیدی؟ waiting keeps everyone safe، صبر کردم باعث میشه همه سالم بمونن. and it can be fun when we don't do it together، و وقتی با هم باشیم میتونه حتی سرگرم کننده هم باشه. خب بچه‌ها، دیدید که آمیکو یاد گرفت که صبور بودن فقط احترام به نوبت نیست. صبوری یعنی گاهی امنیت همه بهش بستگی داره و وقتی یاد بگیریم توی انتظار یه بازی یا یه کاری پیدا بکنیم دیگه صبر کردن سخت نیست، حتی میتونه قشنگ و لذت بخش باشه. شما آخرین باری که مجبور شدید صبر کنید کی بود؟ وقتی منتظر نوبتتون بودید چه احساسی داشتید؟ فکر میکنید که اون موقع یه بازی کوچیک میکردید مثل شمردن یا آواز خونده از صبر کردن براتون راحت تر نبود؟ یادتون باشه بچه‌ها، صبر کردن هم احترامه، هم امنیته و هم شادی.